دل بسته کن، نه تخریبش. یادتان باشه بدون خودتان هر کسی دیگر که اینا تعریفش میکرد بفهمین که تعریفی نیست و هر کسی را که تخریبش هم میکرد شما یادتان باشه که او اقا بد نیست، نه به او خوبی است که ما میگیم مردم، نه، ما اغراق غلو مبالغه در کلام روزمره ماست. این یک خطای شناختی در این وطن رواج داره، لاف زدن. خود ما متوجه نیستیم. مثلا در یک رستوران میریم میگیم داروسیش 5000 نفر آمده بود، دالی کو رستوران اعلان میکنه که بیادر ما 500 نفر جای داریم، او میگه ما 500 گنجایش داریم، این میگه 5000. چی کرده بود؟ 10 نفر سر به سر شیشته بود. عادی شده برای ما لاف زدن. ما حتی در این قسمت بحث ما سیاسی نیست، فقط مثال میتونم. ما یک وقتی همی رئیس جمهور ما اشرف غنی بود، جناب اشرف غنی را وقتا تعریفی مردم میکرد. یک کسی شعر گفته بود که جار فلانی بابا، که قربان فلانی بابا، که